بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمام همراهان عزیز. یکی دیگر از درس های IHK Sachkunde Prüfung nach Paragraph 34 Gewerbeordnung خوش آمدید. از درس های اصلی ما که تمام درس های زخکنده را فعلا در StGB هستیم و صورت سوال جواب میخوانیم. در Strafgesetzbuch هستیم یا بوخ یا StGB و Frage Nummer 6 bis 10. دوست نوشته کرده در کامنت که از روی اپ IHK وقت درس ها رو میگیم که می نوشته ها خواندن سخت است. واقعا میفهمم که اما چیزی که در خود اپ IHK هست ما شما رو کار میکنیم، اما درس های اصلی ما به صورت پرالل یا موازی با او درس ها ادامه داره. شما میتونین تمام موضوعات IHK را به صورت سوال جواب و می درس ها تعقیب کنین و هیچ جای نگرانی نیست. خب میریم اولین سوال از درس امروز. ما سوال ششم میشه تا سوال پنجم کار کردیم، با هم کار میکنیم ببینیم چی است. Was sind strafrechtliche Nebengesetze؟ ما شما در درس قبلی گفتیم که حقوق جزا در کدام کتاب ها تنظیم شده، بعد گفتیم در StGB und Nebengesetze. اگر یادتان باشه تمام موارد جرم و جزاها در قانون مجازات آلمان در StGB و قوانین فرعی تنظیم شده. ترجمهش قوانین فرعی کیفری چیست؟ Nebengesetze. قوانین فرعی دوستان عزیز زمان نظر به اقتضای زمان باز قوانین جور میشه. اگر مثلا ما 20 سال پیش راجع به امنیت سایبری مثلا صفحات مجازی بگوییم یا همچنان وبسایت ها و خیلی چیزی عادیش که دهتن شد است، مثلا ما شما میریم داده های ما در ادارات فرزن میگیرن، 20 سال پیش نیاز به این نبود و به خاطر در قوانین جزایی هم نامده. Nebengesetz قوانینی است نظر به اقتضای زمانی مملکت توسط قوه مجریه وضع میشه. Nebengesetz ببینیم که در آلمانی جوابش چی است. Das Neben Strafrecht umfasst alle Strafvorschriften, die nicht im Strafgesetzbuch geregelt sind, sondern in anderen Gesetzen. Beispiele für strafrechtliche Nebengesetze sind Gewerbeordnung, Waffengesetz, Betäubungsmittelgesetz, Bundesdatenschutzgesetz und etc. از کلمه انگلیسی اومده etc. و غیره. یعنی معنایش است که قوانین Nebengesetze اگه بازم ما بخوایم جستجو کنیم وجود داره، خلاص نشده، یعنی etc. و غیره و قوانین دیگه. خب یک بار معنای فارسیش گوش میکنیم، سعی میکنیم با هم، بعد باز میریم اگر نیاز شد در راجع به خود این جملات با هم صحبت میکنیم. حقوق کیفری فرعی Nebengesetz شامل تمام مقررات کیفری است، مقررات جزایی. این جرمای جزاهای دیگه دیزو آمده که در قانون جزا یا Strafgesetzbuch تنظیم نشده بلکه در قوانین دیگری آمدن. چرا گفتیم دلیل چیست؟ نظر به ضررتا نمونه های از قوانین فرعی کیفری، فرعی جزایی. شما این میقدر بفهمین که Nebengesetz کدام است. اگر مثلا به صورت مخفف هم از یاد کنین درست است، اگر مکملش هم حفظ کنین درست است. با یک Strafgesetzbuch داریم، یعنی اصلی است ایما قسمت، اما ما شما در کنار از که یک Strafgesetzbuch داریم Nebengesetz هم داریم که بعضی جرم‌ها و جزاها در او قوانین آمده. در متن آلمانیش هم متن آلمانیش هم به خاطر از این دو سه بار با هم تشریح میکنیم چون شما هدف ما از یاد گرفتن یا فهمیدن موضوع آلمانی است. اگر این درس ها را ما به صورت یک بار ترجمه بسیار رسمی میارم، پلانی است بخیر که بتونیم یک کتاب تنظیم کنیم که به زبان فارسی ترجمه شده باشه و در خدمت دوستا قرار بدیم. توی باز بر کسایی که در اختیار داشته باشه و درس ها را از ویدیویی هم تعقیب کنن بسیار راحت میتونن که زخم کنده را موفق شود. اما
باز به تشریحات عامیانه ترش با هم آل صحبت میکنیم. Das Nebenstrafrecht umfasst. Nebenstrafrecht این قوانین فرعی مثل قوانین مواد مخدر، قوانین اسلحه، قوانین حمل اسلحه، مثلا قوانین حفاظت از داده ها، اینا کلشان Nebenstrafrecht هستند. او جرم جزاهایی را که در قوانین در اشتراف gesetz بود یا به تعبیر دیگه به قانون اصلی نامده، اونا رو در بر داره. یعنی Nebenstrafrecht ما کدام ها رو در بر داره؟ جرم جزاهایی که در قانون اصلی نامده، در اشتراف gesetz بود نامده. به طور مثال اگر بگوییم که قوانین فرعی از شما کسی بپرسه قوانین فرعی کدام ها است، وقتی که ما میگیم جرم جزاها در آلمان یا در قوانین یا در قانون جزای آلمان آمده یا در قوانین فرعی جزایی، این فرعیش کدام است؟ Beispiele für strafrechtliche Nebengesetze sind Gewerbeordnung، قانون تجارت، Waffengesetz، مثلا قانون حمل اسلحه، Betäubungsmittelgesetz. Betäubungsmittelgesetz یعنی قوانین مواد مخدرات یا قوانینی که استفاده از مخدرات یا خرید فروش مخدرات جرم‌نگاری کرده. دیگه بازدهی است. راجع به قوانین به مخدرات بسیار اگر در قانون اشتراف gesetz هم آمده یک چیز کلی، بعد برای که زمان در حرکت است، یک وقت سنتی بود حالا صنعتی است، مواد مخدر انواع مختلف داره، باید قانونگذار هم نظر به زمان او رو جور کنه، مثلا قوانین نو را وضع کنه. Bundesdatenschutzgesetz قانون حفاظت از اطلاعات ما، از داده های ما، اطلاعات ما، مثلا اطلاعات شخصی شما، نامتان، نام خانوادگیتان، یا نه شما مثلا میخواین آدرستان کسی اجازه نداشته باشه به کسی دیگه بده، حتی شماره تماستان، چیزایی که شخصی است. یعنی اینا رو که میگیم درست است در مملکت مثل افغانستان خیلی یک چیز انتزاعی مالا میشه، اما در آلمان اینطوری هست. یعنی وقتی یک کسی اگر حریم خصوصی فرد را نقض میکنه، بعد اگر اطلاعاتی که مربوط به او فرد است و حریم خصوصیش است فاش میشه، در واقع در Bundesdatenschutzgesetz اونا باز تمامشون جرم‌نگاری شده، جرم جزاهایشون آمده. راجع به قوانین جزایی یعنی دو نکته دوستا توجه کنین. یک، ما تمام جرم جزاها یا با اشتراف gesetz buch آمده یا neben gesetz buch آمده. خلاص دیگه روش شما هم اگر یکی دو تا مثال مثلا دیگه شک نمیتونید Gewerbeordnung که ما شما حساب کار تجارت و می سر کار برای Gewerbeordnung هم به حساب و شامل کار ما شماست. خب فارسیش که مسلما واضح است. Was bedeutet der Grundsatz keine Strafe ohne Gesetz؟ چی معنا داره؟ مثلا اصلی هیچ مجازاتی بدون قانون به چی معناست؟ یا هیچ مجازاتی نیست، مثلا اگر توی بگیریم نیست بدون قانون، یک اصل است keine Strafe ohne Gesetz. ما در افغانستان میگفتیم که اصل قانونی بودن جرم جزات، یعنی هیچ فرد مجازات نمیشه مگر اینکه قانون به صورت واضح قبل از ارتکاب جرمش او عمل در یک قانون جرم‌نگاری کرده باشه. حالا از آلمان باز او اصل به نام keine Strafe ohne Gesetz، هیچ عمل جرمی نیست مگر اینکه در قانون گفته باشه. حالا ببینیم که این اصل در قانون جزای آلمان چی گفته. Gemäß Paragraph 1 der Paragraph 1 StGB kann eine Tat nur bestraft werden، یک عمل زمانی میشه که مجازات شود wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war، زمانی که جرم بودن او عمل قانونی از پیش تعیین شده، bevor die Tat begangen wurde، قبل از اینکه عمل فرد مرتکب شود. یعنی قانون باید قبل از عمل وضع شده باشه. از این باز دو تا اصل بیرون میاد.
daraus lassen sich unter weiter zwei wesentliche Grundsätze ableiten. از اینمی اصل، از اصلی کدام اصل گفتیم؟ keine Strafe ohne Gesetz. keine Strafe ohne Gesetz. هیچ عمل جرم نیست مگر قانون گفته باشه. از این دو تا نکته دیگه بیرون میاد. آلمانیش هم تا اینجا گفتیم و فارسیش هم باز میبینیم. Bestimmtheitsgebot. Es kann nur das Verhalten bestraft werden, welches im Gesetz auch eindeutig mit Strafe bedroht ist. Rückwirkungsverbot. Diese Strafbarkeit für ein Verhalten muss schon vor der Tat gesetzlich festgelegt worden sein. فارسیش ببینید یکی از جذابترین درس‌های حقوقی حتی تا زمانی که دانشجو بودیم اینمی نکته است. یعنی انسان‌ها بسیار تلاش کردن تا به اینجا برسه. آدم‌ها بسیار فکر کردن. مطابق با پاراگراف یا ماده 1 قانون جزای آلمان، یک عمل تنها زمان میتواند مجازات شود که قابلیت مجازات آن پیش از ارتکاب عمل به طور قانونی تعیین شده باشد. از این موضوع میتوان دو اصل اساسی زیر را استخراج کرد. اصل تعیین پذیری فقط رفتار قابل مجازات است که به طور واضح در قانون با مجازات تهدید شده باشد. دو، اصل عدم عطف و ما سبق. یه خیلی جمله سنگین و حقوقی است اما خیلی آسان معنایش. قابلیت مجازات برای یک رفتار باید پیش از ارتکاب آن به طور قانونی تعیین شده باشد. اصل عدم عطف و ما سبق معنایش است که قانون که امروز وضع میشه، اعمال که پیش از وضع شدنش جرم نبوده اونا رو نمیتونه بگه جرم، پس نمیره. اینی حالا ببینید آلمانیش بازم یک تشریح کنیم روشن میشه. خب تا اینجا تقریبا گفتیم. اینا دو تا اصل از بیرون میاد. این اصول چی هستن؟ Bestimmtheitsgebot یعنی اصلی تعیین پذیری. یک کلی نمیتونه قانون گذار بگه مثلا که اینی کار جرم است، اینی عمل جرم است، یا فرضاً بگه که این رفتار فرضاً میگیم اگر کسی ماشین خود شما در این نقطه پارک کرد جرم است. خب اگر گفت که به طور مثال گفت کسی حق نداره ماشین خود دینی ساحه با این مشخصات پارک کنه، درست است. این باید جزئیات پایین بره. بعد بگه ماشین پارک کردنش اینجا اجازه نیست در صورتی که مثلا پارک چای نداشته باشه. باید خیلی جزئی بسازه بره. Es kann nur das Verhalten bestraft werden, welches im Gesetz auch eindeutig mit Strafe bedroht ist. اینا اگر کلی گفت تمام موتردارای ساحه جریمه میشه، این تاکید را قانون وضع کنه. اصولا میگه وضع کردن نمیتونه. از این اصل Bestimmtheit خیلی باید اصل تعیین پذیری در نظر گرفته باشه. فقط عمل رفتار میشه گفته اینجا Verhalten مجرم شناخته جرمنگاری شود که در قانون بسیار به صورت واضح eindeutig mit Strafe bedroht ist که او را قانون واضح گفته که می عمل جرم است. مثلا شما خیلی از اعمال فرضاً یک کس را اگر در آلمان شما رفتارش نسبت به یک رفتار مثلا نجات پرستانه یک توهین است دیگه به او فرد، یا به تعبیر بگوییم یک اتهام است. ولی اگر شما کلمات تونه طور بگوییم که او ازش نتونه ماده قانون سر راجع به او حکم کرده باشه، او پیدا کرده نتونه، شما را رفتارتون مجازات نمیشه. این باریکی قانونی رو باید شما بشناسیم. اما Rückwirkung یعنی اثر نگذاشتن به پس یا Rückwirkung پشت سر خود تاثیر نمیمونه. Rückwirkungsverbot اصل تاثیر گذاشتن به گذشتهش ممنوع است. مثلا ما قانون وضع کنیم بگیم که به طور مثال قیلون کشیدنش ممنوع است. کسایی که از سال 2020 فرضاً به طرف این مواد یا چی بگیم یا این سرگرمی استفاده کرده، در واقع اونا باید مجازات شد. این یک چیز قانون اجازه نداره که
طبقی اصل در یک چیز وضع شود. ما با فارسی به این میگیم که عدم عطف به ما سبق، یعنی عدم برگشتن به گذشته. مثل همین خیلی تو خیلی معناش با هم نزدیک هستین. rückwirkend verbot، ما میگیم عدم عطفی به ما سبق. دیگه عربی است. در درس قبلی گفتیم که اصطلاحات اسلامی که ما برگرفته از فقه اسلامی است، به خاطر وارد حقوق جزایی ما شدن. اما rückwirkend verbot هم بسیار زیبا تشریح کرده، گفته die Strafbarkeit für ein Verhalten muss schon vor der Tat gesetzlich festgelegt worden sein. باید عمل قبل از اینکه او عمل کس مرتکب شود در قانون مشخصا جرم انگاری شده باشه، جرم دانسته شده باشه. خب فارسیش هم که فهمیدین تا جایی میریم به سوال 8. Wer ist Angehöriger im Sinne des Strafrechts؟ خشاوند از نظر حقوق کیفری کیست؟ خب ما شما هر اصطلاح را که وارد در زبان میشیم باید که تعریف کنیم. به طور مثال ما شما اگر دایره میگیم، دایره در هندسه یک معنا داره، در علوم اجتماعی بیاییم یک دایره دارم یک معنا داره. مثلا ما که در هندسه واحد اندازه‌ای فرضاً به شکلی کمک ما میکرد، وقتی در علوم اجتماعی میگیم دایره دیگه مثلا میگیم دایره مدیریت، این انسان ها گروه از آدما مد نظر ماست. اگر امیر میگیم به حقوق میگیم، فرضاً شما شنیده باشید آلمانی میگه لند کرایس، اما کرایس اون دایره است. این باز یک محدوده جغرافیایی در نظر داره. حالا ما Angehörige که میگیم معنایش چیست که حالا در کلتور آلمانی چیست، در کلتور ما چیست، اسلامی چیست، عیسوی چیست، اینا مد نظر نیست. فقط قانون مجازات آلمان یک وقت اگر کسی فرضاً می از فرد دفاع میکنه، مثلا شما در جای هستین یک کسی اومده دفاع کرده میگی رفیقم است، آیا حمله کردن برای مثلا یک فردی که امنیت از امنیت خصوصی است و او آدم آمده برای رفقاش کار بعد به نام دفاع آمده است مثلا سر از حمله کرده، آیا او حق داشته؟ آیا رفیق در قانون مجازات آلمان به رسمیت شناخته شده یا خیر؟ ببینیم Wer ist Angehöriger im Sinne des Strafrechts؟ خشاوندان از نظر حقوق کیفری کیست؟ جوابش است Angehörige im Sinne des Strafrechts sind Verwandte und verschwägerte gerade Linie der Ehe oder Lebenspartner, Verlobte, Geschwister, Ehepartner, der Geschwister, auch wenn die genannten Beziehungen nicht mehr bestehen. Auch Pflegeeltern und Pflegekinder sind Angehörige. نظر به استگیری. فارسیش خشاوندان از نظر حقوق کیفری شامل افراد زیر هستند. خشاوندان نسبی یک نسبت داریم و سببی یک سبب شده، مثلا ازدواج در خط مستقیم، اما ارتباط باید مستقیم باشه. همسر یا شریک زندگی، نامزد، خواهر، برادر، همسر. حالا همسر دو دفعه آمدیم مثلا اینجا پارتنر مثلا ما در قالب همسر، خواهر و برادر، حتی اگر این روابط دیگر وجود نداشته باشند. یعنی متاسفانه در آلمان شما بسیار شاهد هستین که خواهر و برادرها روابط سالهاست از هم پاشیده و هیچ ارتباط با هم ندارن. بازم طبق قانون جزای آلمان اونا خواهر برادر هستند و خشاوند حساب میشه. همچنین والدین و فرزندان رضایی، یعنی فرزندی گرفته او طفل نسبت به پدر مادر نسبت به طفل خشاوند محسوب میشه. خب فکر میکنیم که یک چیز خاص هم در اینجا نداره که سر صحبت کنیم، چون همگیش ما خشاوند ها اینا رو دیگه میشناسیم. Nummer 10. Welche Arten der strafrechtlichen Handlung werden unterschieden. رفتارهای مجرمانه به چند دسته تقسیم می شوند. رفتارهای مجرمانه به چند دسته تقسیم می شوند. ما زیاد سعی فکر کردیم که چه رقم معنا کنیم که نشان معنای نزدیک باشه برای Welche Art یعنی نوع،
در strafrechtliche Handlung. strafrechtliche Handlung رفتارهای مجرمانه werden unterschieden تقسیم شدن، مثلا متمایز هستن، از هم فرق دارن. حالا رفتارهای مجرمانه به چند دسته تقسیم میشن. این رفتارهای مجرمانه رو حال شما اینجا که بخوانیم در آلمانیش بعد میفهمیم که منظور چیست، سوال اگر روشن نباشه. Die strafrechtliche Handlung, das Täterverhalten kann aufgeteilt werden in Begehungsdelikte. Der Tatbestand wird auch aktives Tun des Täters verwirklicht. Zum Beispiel, der A schlägt den B. Körperverletzung gemäß § 223 StGB. Nummer 2, Unterlassungsdelikte. Der Täter unterlässt es, etwas zu tun, obwohl eine rechtliche Verpflichtung zum Aktivwerden besteht. Zum Beispiel, der A weiß, dass der B einen konkreten Mord geplant hat, zeigt dieser jedoch nicht an. Passiert dann Nicht-Anzeige geplanter Straftaten gemäß § 138 StGB. جالب است، نیم درس های از StGB این اصطلاحات که متوجه شدین دوستا، انشالله که سوال امتحان براتون آسان. عمل مجرمانه رفتار متهم. این عمل مجرمانه که رفتار متهم را میتوان بدون نوع تقسیم کرد یا میتوان بدون نوع تقسیم شود. میتوانند رفتار متهم میتوانند خب عمل مجرمانه رفتار متهم رو میتوان باش که یک اصطلاحات بیاریم، میتوان بدو نوع تقسیم کرد. عمل مجرمانه یا رفتار متهم را میتوان بدو نوع تقسیم کرد. را پس نوشتم میکنیم. خب یک جرم فعل، یعنی یک عمل را انجام دادن. عنصر قانونی از طریق انجام عمل فعل متهم تحقق می‌یابد. عنصر قانونی که میگیم من پیشتر گفتیم این عمل قانونی است که این عمل مجرمانه نیست مگر قانون گفته باشه. مثلا الف به ب ضربه میزند، آسیب بدنی طبق ماده 223 قانون جزا. ولی یک چیز دیگه ما شما داریم که عبارت است از جرایم ترک فعل. یک کار را باید انجام میدادن، انجام ندادن. متهم از انجام کاری که به موجب قانون موظف به انجام هست خودداری میکنه. متهم که اینجا میگیم اینجا دیگه در زندگی خصوصی را می‌بینیم ماده قانون در بردار. مثلا الف میداند که به نقشه یک قتل مشخص را کشیده اما این را گزارش نمیده. پس چیکار کرده؟ این جرمی که اتفاق افتاده، عدم گزارش جرایم برنامه‌ریزی شده طبق ماده 138 قانون جزا. این ماده 138 باز ما میخوانیم، یک ماده بسیار مهم هم است. خب der strafrechtliche Handlung das Täterverhalten kann aufgeteilt werden in عمل مجرمانه یا رفتار متهم میتونه به بخش‌های ذیل یا به این دو بخش تقسیم شود. یک Begehungsdelikt این عمل با رفتار گین مثلا فعل انجام شده ایش. در Tatbestand. حال Tatbestand چی است؟ این را نشانی میکنیم، دوستا یادتان باشه بعدا انشالله این را میخوانیم. بسیار یک بخشای مهم از درس‌های ما شما با Tatbestand سرکار داره. Tatbestand wird durch den aktives Tun des Täters verwirklicht. اما عنصر قانونی Tatbestand عمل مجرمانیش بر اثر از این که یک قانون نقض کرده اتفاق افتاده. مثلا A schlägt den B Körperverletzung، یک کس رو میزنه، اما صدمه جسمانی که میرسانه در ماده 223 قانون
جزای آلمان جرم گفته. پس توسط یک عمل چی؟ یک تون، یک تون بوده، یک رفتار ازش، یک عمل ازش سر زده. اما Unterlassungsdelikt خودداری کرده. مثلا Unterlassungsdelikt یک معنای دیگه هم میتونیم بهش بگیم جرایم ترک فعل، درست است، اما میتونیم خودداری کردن. مثلا der Täter unterlässt es etwas zu tun. اینجا یک چیز را ترک کرده که باید انجام میداده، این خودداری کرده از انجامش. obwohl eine rechtliche Verpflichtung zum Aktivwerden besteht. وجوده که یک مثلا دید قانونی است که باید یا یک تکلیف قانونی است که او باید اکتیو میشد، فعال میشد و گزارش میداد. به طور مثال der A weiß, dass der B einen konkreten Mord geplant hat. A میفهمه که B یک قتل کانکریت، قتل مشخص را مثلا میفهمه فلانی رو میخوای بکشه. zeigt dieses jedoch nicht an. اما این را خبر نمیده به پلیس. nicht Anzeige geplante Straftaten gemäß Paragraph 138 StGB. پس عمل را که عمل خودداری nicht Anzeige، این انزایگه نکرده، یک عمل پلان، یک عمل مجرمانه را nicht Anzeige، می‌بینی خودداری کرده. فارسیش هم گفتیم. سوال بعدی، was versteht man unter einer Handlung im strafrechtlichen Sinn؟ منظور از عمل در حقوق کیفری چیز؟ بیشتر دیگه ما شما گفتیم که یک چیز تون، یعنی میتونه، یعنی هندلونگ. وقتی هندلونگ ما شما در حقوق ازش گپ میزنیم، هندلونگ اگر روزمرهش ما جای میگیم مثلا هندلونگ is good، رفتارش، عملش خوب است، او مد نظر ما نیست. سال ببینیم که در دایره حقوق چه معنا داره. Eine Handlung im strafrechtlichen Sinne ist eine willensgetragenes und sozial erhebliches menschliches Verhalten. Aha. Keine Handlungen im strafrechtlichen Sinne sind zum Beispiel Reflexbewegungen, Bewegungen im Schlaf oder Bewusstlosigkeit, Verhalten, das durch absolute Gewalt erzwungen ist. Beispiel für absolute Gewalt. Der Gast A stößt den Türsteher B die Treppe herunter. Dieser fällt die Treppe herunter und stößt auf den Unbeteiligten C, welcher sich dadurch den Arm bricht. Hier liegt keine fahrlässige Körperverletzung vor, weil der B im strafrechtlichen Sinne nicht gehandelt hat. خب فارسیش یک بار ببینیم، بعد باز میاییم سری آلمانیش هم بیشتر صحبت میکنیم. یک عمل در حقوق کیفری یا در حقوق جزا یک رفتار انسانی است که بر اساس اراده صورت گرفته. اراده خیلی مهم است. مثلا یک نفر ارادی یک کار کرده و از نظر اجتماعی دارای اهمیت است. خب این اصل، دو تا اصل شما در نظر بگیرید، ارادی بوده، رفتار انسانی بوده، ارادی بوده و همچنان اهمیت اجتماعی داره. برخی از رفتار در حقوق کیفری شامل نمیشه. مثلا حرکات بازتابی، مثلا اینجا دقت کردین گفتن رفلکس، بازتاب، مثلا یک چیزی میخوره بازتاب میکنه، میه توپ مثلا یک جای اصلا شوت و طرف دیگه بوده، رفلکس کرده، بازتاب کرده، آمدن با کس دیگه صحبت کرده. خب حالا بخش صدمه که از نظر پولی مثلا اگه چیز شکسته اینا رو باید پرداخت کنه، سر از اون ما گپ نمیزنیم چون فعلا راجع به جزا داریم صحبت میکنیم. اما آنچه که عمل سه تا نکته رو گفتیم بر ما داشته باشه، انسانی باشه، ارادی باشه و همچنان یک اهمیت داشته باشه. و در حالت که ما در حالت‌های مثل حرکات بازتابی، حرکات در خواب یا بیهوشی، رفتارهایی که تحت فشارم مطلق اجباری شده‌اند، اینا رو باز در قالب قانون جزا جرم نیستن. مثال از
اجبار مطلق. حالا اجبار مطلق که میگیم چیست؟ مهمان الف، به نگهبان ما ب، در راه پله برخورد میکنه. این برخورد اشتوس نیست که پلان کرده بوده که مثلا نگهبان بزنه. این برخورد کرده تصادف. مثلا او از پله ها سقوط کرده و بر روی شخص ثالث جیم مثلا پایین تر بوده، در این حادثه تاثیر هم نداشته، میفته و به این ترتیب دستش میشکنه. دست جیم تقریبا الف به یادم اشتوسین کرده، برخورد کرده، یه از رایزینه افتیده پایین، سر دست و فرد دیگه که جیم باشه دست از شکسته، به این ترتیب دستش میشکنه. در اینجا هیچ گونه آسیب بدنی غیر عمدی وجود ندارد، زیرا نگهبان به مرتکب عمل مجرمانه نشده. میبینید شما اصلا یک اجبار مطلق است. و از اینجا افتیده نمیتونسته که طور تنظیم کنه که سر دست جیم نیفته. اجبار مطلق. راجع به Allmannhesi eine Handlung im strafrechtlichen Sinne ist eine willensgetragenes und sozial erhebliches menschliches Verhalten. برای شما در روز امتحان خصوصا مندlich و همچنان در شریفتlich به تو نیاز ندارین که کل از اینا رو حفظ کنین. همین که شما بفهمین که Handlung یک menschliches Verhalten است. در این نکته های اساسی شما که بگین شما این میره بگین که was ist ein Handlung، شما بگین که ein menschliches Verhalten. تجربه که ما از امتحان داریم، در امتحانی مندlich به شما این چی را میتین نمره را، چون در اونجا هدف است که شما رو کامیاب کنن. باور کنین شاید تا کسایی که بره بازی را اونجا متوجه میشه. Keine Handlung im strafrechtlichen Sinne sind zum Beispiel Reflexbewegungen، اما حالت باستاب مثلا گفتیم Bewegung im Schlaf، یا کسی خواب است دست خود تکان میکنه، پلو فلش میشه، دستش میخوره مثلا دماغش میشکنه. در این حالت او رو نمیشه ببرین در زندان. Bewusstlosigkeit، مثلا یک کس بیهوش شده، در این حالت که بیهوش شده افتیده سر کس دیگه، اینا جرم نیست و همچنان دستور absolute Gewalt erzwungen ist. یا Verhalten یا رفتاری که اجبار مطلق بهش حاکم بوده. مثال absolute Gewalt. Der Gast A stößt, mitten stößt den Touristehender B die Treppe herunter. Dieser fällt die Treppe herunter und stößt auf den unbeteiligten C. A و B das اشتوسن میکنن، برخورد میکنن و از تریپ پایین میفتن و با سر زمین افتیدن و B برخورد میکنه با C که C تأثیری هم در این ماجرا نداره. Welcher sich dadurch den Arm bricht, C دستش میشکنه. Hier liegt keine fahrlässige Körperverletzung vor. در اینجا کدام عمله که بگیم یک عمل مجرمانه اما غیر عمدی، مثلا بگیم درست است که vorsätzlich نبودن و fahrlässig میتونیم بگیم غیر عمدی اتفاق افتیدن، این غیر عمدی هم نیست، مثلا بی تاثیر است، weil der B im strafrechtlichen Sinne nicht gehandelt hat. چون او هیچ با پیش زمینه که یک عمل مجرمانه انجام بده این کار نکرده، او کدام تصمیمی به اتفاق افتیدن کدام عمل جرمی نداشته. خب درس امروز ما به پایان رسید. تا سوال 10 کار کردیم. امیدوارم بر دوستا مفید باشه. اگر واقعا مفید مؤثر است با دوستانتان شریک کنین، ویدیو رو لایک کنین تا رفقای زیادی با خبر شود با گروه ما شما ارجاع شود. ممنون. خداوند یار و نگهدارتان.